ریا رادیو ریا تزش مسکوی دکن سلاف او دمو بخیر گدارین دنال رادیو ریا تزند کارن ببین تو رو اینترنتی بی نوونی شانه مالپر ریا تزه نقطه کم ایرو شمی پینج گلانیه گداریا دنگو باسم گرینگ یعنی به هفته بکن هفتیا بوری جگری سروکی پارتی دموکراتیا کردستانی نیچیران برزانی تکیس کرد که آرمانجا پدکیش رفرندومی جاره کرنا پرزگری کام بو بدستخستنا مافین گلی کرد و بجی کرنا دستور ایراقی بو و گوجی پارتی تجاری دوش مافی جاره نویسی یک کردان برناده نیچیران برزانی پروپاگاندا لیستا پدکی داشت بول بجارتن پارلمانت ایراقی گوتره کل باجاری سقلا و پیشکش کرد و تیدا گوت جبو پاراستنا سیستم هریم کردستانی و دستخستنا تمامی مافین پکاتای هریم کردستان و گارانتی کرنا پیش روز که امی هرن بختای نیچیران برزانی هروا گود گلک پرستین کرن گلک عالی ده پرسن مادام پارتی رفرندوم سرخابونی انجام دانا چه مدت چه بختای دبرسی و بی پرسیدا ابدیبیشن بری و پشتی رفرندومی آرمانجا وان بو جاره کرنا پرسگری کنهای گل بختای بریا دیالوگی اوی گود امن سر پرینسیپ خوش بو مافی جاره نویسی بردوانن و تجاری دوشوی مافی برنادن چل بخدا به ایانجی چجی که دن به پارتی دموکراتیا کردستانی سروی خبات خو بردوامه روز اینی پارتی دموکراتیا کردستانی لباجاری سلیمانی آهنگ که برفلت تایبت به پروپاگاندا بجارتنان انجام داد. جگری سروکی پدکی نیچیران برزانی و هجمارک اندامی پولیت بیروی پدکی برداری آهنگ کامپانیل بجارتنه بون. نیچیران برزانی گوتره که پیشکشی جواک حاضر بویی کرد. بریار روزن دونزده به می پروسیل بجارتنین اندامی نوین انجمان نونرین ایراقی بریوا بچه. پارلمانتاری که پدکی بانک رایدرن یینکی کرد یینکیش دستی کسین تولاس درخینن پارلمانتاری پدکی پارلمانتاری ایراقی شخوان عبدالله جباسنوسی را گفته بو هن کس دخوازن آلوزی بخناف پدکی لی اجوان را دبیجم که خوا نوستین جبر کو پدکی یک راه و یک بدنه شخوان عبدالله هروا گفت سرک برزانی اف قصد ناف پدکی تا تحس کردن که دکار فرمون بده اندام پدکی جانی خوشی بدن یینکو دخوازن پدکی آلوز بکن دیوی خاف نخوا ببن گوری وی پارلمانتاری پدکی بحثوی ذکر که هنر کسی نداوی یینکی دا دخوازن پدکیش مینا یینکی نشان بدن و گوت بلا رایدر و مزنن دلسوس یینکی پارتی خوش دستی وان طولازان درخیدن جبر که وان خیانت یینکی و کردستانی کرن ریبرو یینکی که ریبریا و هات جمع داندن آل طلبانی لنبر بجداربون خیانت 16 جتمه و جبر هلوست دن یندجی کرد 40 میلیون دلار پرش آلی عربین شیین ایراقی را جیراهاتیه داین گور زانیوریون که چفکانی کیانیزی که جگری یکم یه سکرتاری گیشتی یینکی کسرت رسول دست خستیه تیما بوری دا گروپه که هرزا علمی یا نجفی سردان کسرت رسول کریه و تفدیدن دا دیار کردن که چند آلین شی 40 میلیون دلار دانه آل طلبانی الگور زانیوری افپره وک خلات خیانت 16 جتمه و هلوستن الهمبر سرخابون کردستانی و هریم کردستانی هاتیه داین هر واج بر پشتوانی آل طلبانی یا بود درخستنا یاسایا 8 شیبی و ون حمودش براین هاتیه داین برینها آل طلبانی بشکره دما خیانت 16 جتمه دا آلیگریا هزین 8 شیبی دکر هر وا بجداری کانالین عربین شیین ایراقی دبو و خیال کردان یا سرخابونی رخنه دکر و هولدان هریم کردستانی سرخابونی وک پلانک بو تکدانا یک پرچه ایراقی دا زانین وزیر بازرگانی و پیشسازی ایران محمد شریعت مداری سردان هولیری کر اوی تکزی سر پیشخستان پیوندین گل ایراقی و بتایبتی گل هریم کردستانی کر او را گیاند کوک جینار که کونار و گرنگ یا ایرانی را پیشخستان پیوندین آبوری و بازرگانی گل هریم کردستانی جبو ایرانی گرنگه مبستا پیستر کردن پیوندین آبوری و بازرگانی نافریم کردستانی و ایرانی دا دوده گلانی کنفرانس پیشخستن آوان پیوندیون هولیری هات دارخستن بارزگری هولیری نوزاد هادی را گیاند با مدبون سرک وزیر هریم کردستانی نیچیران برزانی و وزیر بازرگانی ایراقی و وزیر بازرگانی ایرانی و هجمارکش بارزگر و برپرسیدن ین ایرانی دوده گلانی هولیری کنفرانس پیشخستن پیوندین آبوری نافریم کردستان و ایراقی دا هات دارخستن جبوی مبستی چند شاندن پلابلند ایرانی سردن هریم کردستانی کرنه دوی کنفرانسی دا بس وان در فتان هات کرن که ریل بر هاتنا کمپانین ایرانی جبو هریم کردستانی خوش دکن دا که هجمارک بیترش کمپانین ایرانی هریم کردستانی کار بکن اف کنفرانس دو روزان بردوام کرد چرچو روز یکم یا کنفرانسی دا هریم کردستانی و ایرانی ریکفتنک درباره برفرکن پیوندین آبوری و پیشخستن افکارین دو آلی دا امضا کرن
هفتیو بوری سرک مسعود بارزانی صلاح الدین پیشوازی بایلوز نو یکمارا اسلامی یا ایران العراق ایرج مسجدی کرد مالپر فرمی یا سرک بارزانی بلاف کرد یا تفدیدن دا پیوندی دو عالی دناف حریم کردستان و کمارا اسلامی یا ایرانی دا هاتن گوتو پیش کردن او گرنگی چهارمین کنفرانس پیشکستان پیوندی آبوری دا حریم کردستان و کمارا اسلامی یا ایرانی دا هات داین که هفتیو بوری الباجاری حوالی دست کار خاکر و اف کنفرانس گاوه که گرنگ و سرکفتی هات بناف کردن که به سدم پیشکستان پیوندی آبوری دا حریم کردستان و کمارا اسلامی دا هروا مالپری دیار کرد که دوی جوینی دا نیرین اینجدا درباره رفش سیاسی و داوین پیشاتن عراق و نافچه هاتن بهفگویتن افرین شهر سکنیلی رفش خلقی باش نبود خلق کچبر بود مولوان ها تلان کردن و کسین کچبر بود نجی رفش وان گلکی خرابه جبکانی که تایبت اشکره کرد که حتی نا نزدیکی 100,000 کچبرش دروای افرینه نه هر دو دورین شیبا و شیره و هر دو باجارکن نبول و زیرای 10,000 کچبرین افرینی رفشک پر خراب داده جین کچبر شپرانیا پیداویستین جیانی بپارن رخصتن مروی نودولتی تو آلیکارین پیویست کچبران را پیشکش ناکن ایش و نخوشی داف کچبران دا بلاف دبن لی خدمتن تندرستی نای پیشکش کردن همون جفکانیا دازانی که خورن و آب و خورن پرکیمن و پرانیا کچبران پشت خو بالیکارین ریبری گریددن 41,000 شاگرد دبستان افرین 15,000 زاروک دورین کچبریش خواندن و فربونه به پارمانه وزارت درباره آمریکا هایتر ناور تراگیاند هیچ نزدیک و چفدیری الرفش افرینی دکن او 140,000 ولاتی کچبر بودن اولگور زانیارین وان حتی نو ریل وان نه دان تا بگرن سرمال و ملکن خو هایتر ناور دیار کرجی ما دلگرانی خال سر رفش افرینی راگیاندیه او داخش همو آلین باکوری سوری نه روسیه ترکیه و سوری جدکن دبی خلقی زودترین دم دا بگرینن و هفکارین مروی جوان را دابین بکن درونشتنا ناتوی دا وزیر درباره آمریکا گل هف پست خواهی که جویا بو و بابت پیرا گوتو بیش کرده بو الباجوری بونی یا آلمانی بجداری هفته که سرتین افرینی کنگری کارش بو افرین یاش بو یکستن کار چلاکی آلی کاری کردن خلق افرینی بریوا چو هفته بوری کنگری کارش بو افرین داخلی که دیار کرد کنگری دا 3 کمیته هاتن آوا کردن کمیته یاسایی و بلگه کردن بن پیکردن جدایین افرینی تنه کردن کمیته هوار چون و آلی کارین جواکی و کمیته پیوندین گیشتی کنگری تکزیل سربگر خلق بو افرینی و روستاندن گارتن دموگرافیل افرینی کرد هر وقت تکزیل سربیه که کدبی هفکاری و هفریزی دابر هموری خستن او چارچوباین کردی کر جبورا کردناس تمکاری سر افرینی او پیشکش کردن آلیکاری جبو خلقی وی ریبریو خواستر یا افرین داخوش دتمین یگرتی که کشنده که تایبت بشینن افرینی دا کلی سربن پیکارین ترکیه و چکدارین اپوزیسیون سوریه بکن دو نماینج داداش بو سکرتارین تیوان یگرت آنتونیو گوتیرس و شاندرین دولتی یج بو سوری استفان دمستورا ریبریو خواستر یا افرین داخوش هر دو برپرسین دولتی که نونرین تایبت بشینن افرین دا کلی درباره بپیکرین ترکیه و چکدارین اپوزیسیون سوری افرین دا بکن تمام نماینده ریبریو خواستر یا افرین خواست که کبگارانتی که نو دولتی هزی خوش افرینی درخینن و آلیه که سیام ارکی پاراستن و ریو بردن افرینی پیک بینه ریو بریاد خواستر تکز که ترکیه و گروپین چکدار گوهلتن دموگرافیک حریم افرینی انجام دادن و هزاران مالبتین چکدارین سرب ترکیه و نو مالین خلق افرینی و گند و باجارکین در دوری دا نشتجی دکن هفته بوریل باجاری افرین یکم جار خوابیشاندان دزی کریارین گروپین چکدار ین اپوزیسیون سوری بریوا چو چالکانش باجاری افرینی را گیاندن روز چهارشنبه دانی ایواری حق تاخا محمودی یا افرینی دزی کریارین چکدارین گروپین چکدار در کتن خوابیشاندانه که چالکانان دانزانین چکدارین گروپا السفا زور خال حق محمودی دکن و خواستن داری زوری مالبته که عربین خوتای رجلات شامی المالکی بجی بکن پشت راجی آلوزی در کت و چکدارن جی گلب سر حقی دا بردان و گفل حقی خورن گور چفکانیان نزدیکی 150 ولاتین تاخا محمودی کم بون او خوابیشاندان که بر بنگه ارتش ترکیه و برن و داخوزا در خستن گروپین چکدارش ناف باجیر کرن هات دیار کرن بنگه ارتش ترکیه تانکک و وزری پوشک شاندن تاخا محمودی و چکدارین و گروپا السف و جوی تاخی در خستن جدره که برپرش ناف هیزن سوری دموکراتیک را گیاند که ارتش فرانسا و یا آمریکا لباجاری منبیچ یه رجوای کردستانی بنگه که سربازی یا نو آواده کن دوی چارچوبای دا چالکوانین باجاری منبیجی سرتورین جواکی چند ویدیو بلاف کرنه که لف و تفگرین هیزن فرانسی و آمریکی تیدا دیار دبن گودن اوی برپرس هیزده دامزراندن اوی بنگه نول منبیجی بسبب پراستن اوی نوچهش تروریستان و گفن دروایه
پیودار هسته داخلی که دراگیان شروان هسته بیری شکی 4 گند جلوجرات جمع فراتش دست رژیم سوری درخستن دست پیک هفته بوری آژانس فرمی یا حکومت سوری را گیانده بو پشتی شرکل دژ هسته هزن رژیم سوری کارین 4 گندان لوجرات دیر زورش دست هسته بگرن و آژانس دیار کرد دنجام شر و پیفچونان دا 6 شروان هسته هاتن کشتن و هزن رژیم سوری چند گندش دست هسته کنترل کرن هزین حکومت سوری چند خال نو باشور بازار شامی یا پایتخت وی ولاتی کنترل کردن. هر وقت رکافتن کاتیه کردن که چکدارن اسلامی و ین اپوزیسیونش باشور شامی بو باکوری سوری بین بگوهستن. بوری که وزارت آبروانی سوری بلاف کریه هزین وان چند خال نو دادور شامی دست چکدارن اپوزیسیونی درخستن و کنترل کردن. جالی که دم وقتی را گیاندن که آمده کارین جیب کردن رکافتن که نوت کردن کل گوری وی رکافتن چکدارن اسلامی و ین اپوزیسیون سوری باشور شامی بین درخستن و بو باکوری سوری بین وگواستن. هر وال گوری رکافتن تنبر در کتنا چکدارن اپوزیسیون داشی هر دو باجورکن فوا و کفریا دیش خلق خواهی علوی بین اولکرن و دیف خلق بو دورند بین کنترل حکومت سوری دا بین وگواستن. هفته بوری وزیر دروازه روسی سرگئی لاوروف را گیاند که ولایتی وی کردن سوریش بو پیکانین برجوانی خواهین تایبت کار ناینن. سرگئی لاوروف تپیوینه که دالگل روزنامه که ایتالی را گیاند که روسیه تعالی که سوری شخاب کارناینه و تایبتیجی کرد. لاوروف گفت امنل گلوان کسانن که دبیجن کرد دال سوریش بو پیکانین برجوانی خواه تیم کارانین و پشتی کارین وان بداوی به اوی بین پشگوی کرن. هر وقت لاوروف گفت دوی پرستاب کارانین کردان جوان کسان بیکرن ین که وان لسر حزر جدابونی هف دادن. گفتنا وزیر دروازه روسیه آمریکا نایل دستلات حکومت سوری وگره توای آقا سوری و وی یکی هیچ که کد فدرالی را بگیدن و هزین خواه دامزرینن. روزگار استانبولش با افسروکی بری HDP سلادین دمیتاش و پارلمانتار HDP سری سوره اوندر 5 سالان جزای زندان کردن خواست. دشمل دادگاه استانبول دوز دمیتاش و اوندری بریواچو و دمیتاش سدم رفت شد انترسی خواه بجداری دوز خواه نبود. دوزگر لیکولین خواه دربار دوزی دو اشکره کروش بود دمیتاش و اوندر دخواست که 5 سالان ورن جزا کردن. نزدیک 100 پارزرش بود پراسته دو دمیتاش دادگاه دا آمده بون. دربار دوزی دو پارلمانتار HDP آدم گفت پارزرین دمیتاش خواستن دوست وره پاشخستن لی دخواست ماش علی دادگاهی و هاتیه رد کردن و دناف دادگاهی دا آلوزی رو دایه. هجمان که زیده یه پارلمانتارین HDP و علیگرین وی پارتی بجداری رونشتاندنه بون. سروکی دادگاهی بریار دا که دوست با 8 حزیرانه بی پاشخستن. هف سروکی بری HDP سلادین دمیتاش 4 مجدار 2016 و هاتیه گرفتن. هفسروکی HDP سزایی تملی داخیا کرن. ری راست یه دستلات ترکیه بروف زیدتر نزیکای کردان داد بینه. باجارین کردان ویران دکه زاروکین وان دکشه و بنوی کردی چهبه تنه دکه. تملی چرچوه کمپانیال بجاتنا سرکومنه ترکیه دا شیرناخی آخوی و گود. نب نیارتی کردان اگر کردان را پرسا کردی بیچاره سر کرن وی دمی دی آرامی واره هر دری ترکیه و رجلات ناوین. تملی داخیا کرن جدی دستلات ترکیه نتنیل باکوری کردستان دستریجا همون مافین کردان دکه اولمبر رفرندوم سرخابونم باشوری کردستان جی چتاین را کت رکفتن و گلک دک و دولاب گراندن. اوی اشکره کرجینا 6000 هوالین وان تبی هفسروک و پارلمانتاری وان و گترین سیاسی زندان دانه. لی تکیست نکاره وان دیل بگره و سری وان بترینه. گوری داخلی که وزارت دروازه ترکیه سروکی وی ولایت رجب طیب اردوغان و بر پرسین پارتیاوی چرچوبه بجاتن بیشتر حزیران دا نکارل آلمانی گل ولایتین ترکیه بجبن و میتینگان دار بخن. وزارت دروازه ترکیه رو رخنل بریار حکومت آلمانی کرد که کمپانی بجاتن ترکیه ولایت خو قدغه کریه و داخلی خود وزارت دروازه ترکیه بشه ناب میتینگ و کمپانی بجاتن بین قدغه کردن و اویک دجی دموکراتیه. دوی دنگ دیر بزانش بو چه دچن سر صندوقان. بری نال آلمانیا کمپانیال بجاتن ترکیه ناب آخا خود قدغه کرده بود. هفته بوری کمک پارتیم باکوری کردستانی بول بجاتن ترکیه اتفاق آوکرن و نوع ویژی دانین اتفاق کردستانی. 5 پارتی هیزین سیاسی یم باکوری کردستانی چهارشنبه سر بجاتن ترکیه یم بیشتر حزیرانه جویان. د جوینه دوان پارتی هیزین سیاسی اتفاق بنوع اتفاق کردستانی آوکرن. وان پارتیم داخلی که نوبرک اتفاق خواه و پرینسیپ و شرط خواه بود اتفاق اجرای گیشتی را اشکره کرد. پارتی تفگیر کو په را بریار دا کوی دل بجاتن بیشتر حزیرانه دا په را تف بگیرن و خبات
بکن و مافی چرانوسیا ملت کرد و گل کردستانی بپارزن و جبو اتفاق کردستانیش بول بجارتنی وان سر چند خلان لف کریه داخلی دو تیگوتن که اول سر اساسی قبول کردن وان پرینسیپین سیاسی جبو بفرکردن اتفاق بجارتن خباتن خود دست بکن پارتیا ماف و آزادیان را گیان که اول بنامزدن سربخوا بجدار بجارتن بیشتری حزیرانی ببن فدراسیون روزنامه‌گر و نویسکاران توریسم یا جیان ده ای سال خلاطا سوا زیرین یا وکی اسکارا توریسم تی بنافکرن بده آمدی باجار مزن یا آمدی آژانس گشتدان یا قرشداق ای سال پلتفرم گشتی آواکر و شالی پلتفرم و برنامه که بنابی آمد گاو مزن بر شهرستانیا مروایی هات آمده کردن چرچوبای وی برنامه داشت تویا جیان بتوی 36 اندام فدراسیون روزنامه‌گر و نویسکاران گشتی یا جیان و کمله نویسکار و روزنامه‌گران توریسم شنوارین دیروکیین آمدی گریان وان روزنامه‌گر و نویسکاران پشتی گر خیال آمدی بریار دا که خلات سی وزیرین یا وکی اسکار توریسم تیزانین بده آمدی دنگ و بحثین جیانی هات ایدیا کردن که نیزی برای آمریکا یا دیرزوری سازین اولیگین آمریکا و داعش پیورو تفدیر پرووکاسیون که کیمیایی دبینن. چفکانی که نیزی که استخبار سوریه سپوتنیک را گیاند که هزین تایبتین آمریکا ماده کیمیایی که قدغن بارمانج کل سوریه بکاره من پرووکاسیونی که آمده بکند خواستم کار بیدن. آرمانج اوه که سیناریو لهمبر سیویلان چکن کیمیا هات کارانین در خنوله اول سر میدیای بلا بکن. چفکانی در باری بیاری دوان آگاهیان پار بکرد. تفدیر روی پرووکاسیون 20 نیسانی دا دست بکرد. روزهای افراد داشت بکشاندن و ویدیو مروان دینن دیر زوری. وزیر دروازه آمریکایی نو مایک پومپیو داخش ولایت کندا و عربی دکه دوربیچال سر قطر بداوی بینن اورز خو دژ ایرانی یک بخن وزیر دروازه آمریکا مایک پومپیو ریاضت کنفرانس که روزنامه‌ای گلف کاری خو عادل جوبر داشی گفت یک گرتن کندا و عربی گرنگ او پیوست پیک بی سردن وزیر دروازه آمریکا بو سعودی دمکی دایه سعودی بنیاز خندق دبر خو او قطر دا بکله او بیک جاری جوی ولایتی بدور بکوه روزنامه آمریکی نیویورک تایمز جبلاف واشنگتن دخوازه دوربیچال سر قطری بداوی ببه و ولایت کندا و عربی رز خو یک بخن جبور روبروبون ایران اوجنا برنا دایشه و روزنامه نوارکو پیام پومپیو اشکره کرد که تنی ابو دوربیچال قطری بس هر یک سعودی امارات عربی بحرین و مصر به حزیران بوری تویا پیوندین خال قطری را بریبون و دوربیچال سر ارضی و اسمانی خسته بون سر وی ولایتی اویکشی جبر پیوندین قطری ایرانی واتبو هر وا پومپیو گوچ ایران سر نوچه گف و وکشین آمریکا جد کفتن اتمی جی بجارده کل پیش آمریکا اگر اف کفتن نی سراست کرد. سرک وزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو را گیاند که ایران سر برنامه خواهی اتمی به دوام او گفت که درباره وی یکی 5000 بلگه دستیوان دهنه. نوینده وزارت بهره‌وری یا اسرائیلی او باید که برفره نتانیاهو بحث برنامه ایرانی یا اتمی او بلگه دستخستی کرد او را گیاند که ایران به دوام سر چالکین خواهی اتمی. نتانیاهو دازانی که وان آمریکا سروان زنیاریان آگادار کرده که ایران دخواسته بمب که اتمی 5 رانش یا هیروشیما مزنترین پک بینه. وزارت پراستن یا ایران جی برسیف دا ایدیون سرک وزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو یکو گوتو بود ما 5000 بلگین دارشی و نپن یا تکلداری پروگرام چک نوکلیری یا ایرانی داب دست خستنه وزیر پراستن یا ایرانی ایدیون بنیامین نتانیاهو وقت چالاکی پرووکاسیون نرخاند و دیار که تهران به برسیف نامی نوی گوت افحشاری مجبو رژیم کو قدسی داگر کریه و پشکری ونه چالاکی خواهین خطر راوستیدن دی ایران برسیف که سورپریز بده و هون جبه یکی پشمان ببن وزیر بهره‌وری اسرائیل آویگدور لیبرمان را گیاند که این سیستم مشکل یا اس-300 یا روسیل سوری آرمانج بکن اگر دژی ولایت وی به کارانین آویگدور لیبرمان در پیوینی که گل روزنامه که روسی گفت اوان برجواندین روسیا ل سوری برچوان دکرن او اوان پیوینه که روسیا جدواری اولیه دا برجواندین اسرائیل برچوان بگره هر ولی لیبرمان گفت اگر روسیا سیستم مشکل اس-300 را دست رژیم سوری بکه او رژیم و مشکل دژی فروکین اسرائیل بکار بینه بگمان اوی سیستمی آرمانج بکن. بری نهاج ارتش اسرائیل چند جران گیریش بنگی سربازی و ین استراتژیک ین ارتش سوری کریه که انجام دزرار مزل ارتش سوری کریه لی تجاری ارتش سوری برسی و وان گیریشن اسرائیلی ندایه.
پارلمانتوی ارمنستان سروک اپوزیسیون نیکول پاشینیان که تکانه نامزد سرکوزیری بود تیر خود دنگ نستان و وک سرکوزیر نهاتل بجاتن دنگدانی ده پاشینیان بتنی 45 دنگ استاندن جبول بجاتن پیویز بو 53 دنگ بستاندا تمامی پارلمانتاری پارت دستلات یا کمالی دنگ خود ندانوی الگوری دستور بلندی ارمنستان بجاتن دیامین 27 روزاندا وره کرن آلیگرین پاشینیان دمکو 20 که اف نهاتل بجاتن سوزدن که حتی سرکفتن اف دی پروتستوین خواه بدومینن روزا سیشمی تقینه که با کوری لندنی چی بود. گوری زنیرین تقین نزدیک لندن پایتخت بریتانیا چی بود و کمانی سیکس انجام و بریندار بونه. تقین دمه که دو بکو سدان ولاتین جوش بو آهنگ که سالن تایبت بجویان نوچه استانفورد هیل با کوری لندنی کم ببون. لوی هالکفت دا خلق آگره کی مزن بخستن و لیستکن آگرب کارتین لید نوی آگری دا تقین چی بود. گورهن راپوران پشتی که کسی که موبیلک آویت دا آگر اف تقین چی بود. لهن راپورین دن باسو یکی کرکو زحمت در تقین مزن انجام آویت دا موبیلک چی بود. وزارت برونی روسیه دخیاند که فرکه شریا روسی اس-300 اسمل سوری کتیه خاری و هر دو پیلوت مرنه. دو ناپیر دخینی وزارت برونی روسیه دواد گوتن گور ساعت هریمی یا موسکوی نه 45 روز چهارشنبه دا بالا فرکوش برگه هوا یا همیمین پیوا کد نزدیکی دریا سپی کتیه الگوری زانیاریان جی بویاری هاتنه دستخستن و هر دو پیلوت که هول دانه فرکه رزگار بکن جانی خوش دست دانه در بوری کتنا فرکه دا جیوات گوتن الگور آگاین بر دست کو کتن فروکش جبر تیرده الموتور فروکی آسیما به تو کسی یریش فروکی نکریه بدور نیجا ابو وشون دنگو بس نفتی کی شهر چهار پرچین کردستانی و کردن دیاسپورا هرو نوچین نونتوی جوری که دن هفتیاتی دیسل سروی نابونیشانی بنجام نوچین هفتی کی امی راستی هبین آمده کار اوری و برا بردامای بیلوس ترکیه حتی نی وشانانو بمینوت نو خیر و خوشیده